با مش در سرم 2 بار زد. گرفت دستم گرفت در بیرون کرد. این زن 35 ساله داستان خشونت و زورواری دیدش را نقل میکند که 1 سال پیش بعد زندانی شدن شوهر بیشتر شد. من خسرم لات کوب کرد، داشتم کرد. ای خونه‌شون پیش کردم. من نرفتم، گفتم مگر من فرزند دارم، فرزند من فرزند شما. مثلا مرا در راه نپرتاین، مثلا من بر روز امید آمدم. آزار و اذیت و لات و کوب خسورش را تاب نآورد. با 2 کودک نابالغش از خانه شوهر به خانه اجاره آمد تا زندگی آسوده و بدون ترس گذراند. بسیار بعد لات کوب بسیار کشید، داشتم بزرگ کشید. من خودم بعد برآمدم رفتم کودک من گرفتم، دیگه هیچی نگرفتم. جبر و زورواری خشونت را تحمل نکرد. منتظر است که روز شوهرش از زندان آزاد شده زندگی با شوهر و فرزندانش خوب می شود. خشونت و زورواری نه تنها از جانب همسر بلکه خسر و خوشتومن و دیگر عضو خانواده شوهر نیز به زنان می شود. امید دارید که باز به هم خانه خود برگردید؟ امید دارم که خانه خود زندگی کنم. این زن از شوهرش خشونت روانی و جسمانی دیده است ولی زیاد صحبت نکرد. عامل‌های خشونت به نهایت زیادند. خصلت‌ها تغییر نمی‌کنند. مصیبت‌های اویلوی خصلت‌هاشون تغییر نمی‌گیرند. مناقشه بین شوهر و زن. با چطوری پیشتر گفتیم مناقشه بین خسر و خوشتومن، بین کلین خسر و خوشتومن، بین هیورها، حتی بین قیسنگل‌ها. بیشتر وقت زنان خشونت می‌شوند. به گفته سازمان‌های جمعیتی خشونت روانی و جسمانی بوده است. تنها به سازمان جمعیتی غمخواری در 1 ماه اخیر حدود 60 نفر مراجعت کردند. از روز دوشنبه تا اینو 3 کس همین مسئله قطعی آمدگی، حتی رسمای گفتگی لات کوب کردگی. اکنون مناقشه از کدام طرف سر میشد، با عیب کی سر میشد، خلاصه اکسپرتیزا دارن. این موارد ما همون حجت‌های لازمه بغیر از خلاصه اکسپرتیزا خب میفرماییم که جمع بکنن بیاین. خب ما عرضه پیشنهاد میکنیم به طریق خصوصی درباره به جوابگری جنایتی کشیدن همون آدم زورآور. کارشناسان و سازمان‌های جمعیتی عامل‌های خشونت را مختلف ارزیابی میکنند. سرچشمه اساسی پیدایش خشونت خانوادگی این همین بستگی دارد به وضع مالیوی اویلاهو. وقتی که معمولا در خشونت خانوادگی یعنی که گروهی آسیب دیده که آسیب پذیر زنان هستند. اکثریت مردها مثلا پیوسته در فکر دریافت مبلغ یا در برای پیش بردن زندگی هستند و عصبانی هستند. از مقامات ولایت ختلان میگویند که کارهای زیادی را برای کاهش خشونت خانوادگی در میان مردم انجام دادند. من شهر ناحیه‌ها سمینارهای آموزشی دایر کردیم با همین اعضایان گروه کاری بین اداره که در شهر ناحیه‌ها فعالیت دارند. بسیار مردم علاقه آگاه هستند که همین خیلی مرکزهای یاری رسان است. من همین خیلی ریاست‌ها و شعبه و بخش‌ها هست که به ما کمک می‌رسانند با این مقصد مراجعت می‌نمایند. در جنوب تاجیکستان در 1 سال به 4 سازمان جمعیتی که از حقوق زنان حمایت می‌کنند نزدیک 200 نفر از خشونت و زورواری خبر دادند که در میان آنها مردها نیز هستند.